یه وقتی من رفته بودم امریکا که آقای کیسنجر گفته بود میخوام ملاقاتی با شما بکنم، منم دلم می‌خواست ببینم ایشون اومد حرفای مختلف راجع هسته‌ای و مسائل دیگه زد و بعد گفت شما میخواید با ما یه روابط استراتژیک داشته باشیم. من گفتم ما با شما رابطه نداریم، شما میگید رابطه استراتژیک، چرا این سوال هم من میکنید؟ این روی میز گفت ما بعد از جنگ جهانی خودمون خط خطی کردیم، کشورها رو اسم گذاشتیم، یکی رو گذاشتیم فلسطین، یکی رو گذاشتیم نمیدونم سوریه، یکی گذاشتیم ترکیه، یکیش عراق، جز 2 کشور، یکی ایران، یکی مصر. شما بودین، هستید و خواهید. ما چاره جز این نداریم با شما راه بیاریم. یه آدم با فکر وقتی سابقه تاریخی یه ملت رو بشناسه اینجوری حرف میزن، نمیگه تسلیم. این ملت گنده تر از شما نتونستن تسلیمش بکنن.